بخشش زیاد، زیرا جواب این سوال رو میخواستم زنان شنوند و برای دیگر زنها هم عبرت شود. راستی بار در خانه‌داری مشکلات دارم. مشکلاتم همین است که هرگاهی که در ما خواهش خانه‌داری پیدا شود، ما را زنها قانع نمی‌گردانند. آیا من میتوانم که با طریق مجبوری خانه‌داری کنم؟ برای من همین گناه نیست یا چیز دیگری؟ شخصانی که میخواهید وزن بگیره، یعنی که بزبله شوین، کچاک شوین، برای شما سمیونوان ارگینال شفافرما رو توصیه میدیم که از 9 تا 12 کیلوگرم وزن میدهد. برای دسترس کردن همه چیز ارگینال شما تنها از شفافرما پیدا کرده میتونید، چون که با باوری کامل چیز شما میگیره. برای دسترس کردن رقم ها در شبکه پروفیل میشه یا اینکه در کامنتاری وزن نویسید. من برادری عزیز و گرامی این مسئله را فکر میکنم یک بار دیگر هم جواب گفته بودم، از یادم نرفته باشد که الحال از من دو سوال کردن، یک سوالای تعجیلی که در همین جا حضور دارن. اگر انسان با زن حلالی خود وقتی که خواهش خانه‌داری پیدا می شود، اگر زن راضی شود خوش به حالش، اگر زن رد نکند خدا پدر و مادرش رحمت و مغفرت کند. زن صالحه، زن پارسا، زن خداجو، زنی که سعادت دنیا و آخرت برای او اگر لازم و در کار باشد، هرگاهی که میل مرد پیدا شد او دیگر باید که رد نسازد. برعکس خواهران مادرای عزیز، این منبر جای نیست که گوییم که این مسئله هایی باشد که گفتن اینها یگان عیب داشته باشد یا گفتن اینها جای بی‌حیایی باشد. نه، زیرا که هر چیزی که در حدیث یادآور شده است با خود حکمت دارد. ببینید، من وقتی که درباره حقوق مردها بیان میکردم، بعد آنه که من 4-5 جمعه درباره حقوق زنها صحبت داشتم که زن بالای ما چه حقها دارد، دنبال او من درباره حقوق مردها صحبت میکردم، حدیث های را میخواندم که اگر مرد خواهش با زن یک جای شدن داشته باشد، اگر چطوری که زن بالای شتر یا زن اگر نزد تنور نشسته باشد، باید که خواهش مرد اجرا کند. اگر اجرا میکرد، بشارت پیامبر گرامی در حدیث ها همین بود که تا بروز ملائکه ها در حق این گونه زنها رحمت میفرستند و طلب مغفرت گناه ایشان میکنند. زی خاطر خواهر عزیز و خواهرایی که صدای مرا من بدم میشنوین، اولا رضاگی شوهر برای شما بی نهایت در کار و لازم و واجب. شما یقین دانین که اگر پدر و مادر از تو راضی باشد، دادر و خواهر و اولادت از تو راضی باشد و همیشه در حق تو دست بردارن و دعای خیر کنند، ولی شوهر راضی نباشد، بوی جنت به مشامت نمیرسد. اینو فراموش نکن. بزرگترین حق، اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، بزرگترین حق را خواهرای عزیز بالای شما شوهر. اگر از طرف پدر و مادر دعای خیر، از جانب شوهر دعای بد، خاتمه تو خدا داناست که خیلی و خیلی تاریک است و خیلی ناراحت کننده برای توست. برای همین بازم آنکه باید که شما خواهش مرد اجرا کنین، دیگر این که شما قرضدار هستین در این مسئله که باید قرض مردها را ادا کنین. اگر یک انسان قرضدار باشد، آیا قرض او را گرداندن در گردنش واجب است؟ در گردنش ضرور است؟
در مسئله خانه‌داری هم و فرزند ابو جهل زنها از کمر مردها انداخت. قرض دارند. در پهلوی میگد ابو جهل همچون یک انسان قرضدار تا زمانی که شوهر همراه تو حیات است. من از او فراموش کردم و این فرزندش میگه کار در برداشت و خدا رحمت کند زنهای دوره اصحاب پیامبر را که شوهر ناخواسته، شوهر میل ناداشته، شوهر اشاره ناکرده خدا پیشنهاد خیلی غیرت داشت میگد آمد میگد خداشون پیشنهاد قرار گرفت و ابو جهل میگه به هلاکت رساند. یعنی این ابو برای جهل این دادر عزیز ابو لهب نیست، اگر با شرطی که دشمن سرسختی پیغمبر ما و شما بود. صحبت ما را رسانی و ای خواهر ما اسفل السافلین مبادایی که این خداوند از روی رفتار خود تغییر داد بسیار خوب، ولی اگر رفتار تغییر نداد شما حق مجبور خانه‌دار شوی دارید. از ماشین رو خریدم باید شما میتونیم با طریق مجبور با اونها زکات ماشین رو ندهم چی میشود؟ این ماشین زکات ندارد. ولی حتی در کتاب ها هم خبرش آمده است که وقتی که زن راضی باشد، شوهر راضی باشد، یعنی شوهرم راضی، زنم راضی، هر دو میل دارند، خواهش دارند، وقتی که یک جایه میشوند از اونا با فرزند صالح و فرزند خوب به دنیا میآید. در گردن این آدم فرزند حتی که به نقص و به کمبود به دنیا میآید. $16 جدا میکند در دست یگان آدم مستحق فقیر برده میدهد، این ده ثواب بگیرد. لیکن با خریدن ماشین بسم الله الرحمن الرحیم به نام اون که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. السلام علیکم داملای شان حاجی میرزا. ما عاشقان عالمان علم و عاشقان مدرسه محمدی دعا کنید که خداوند به مقصد و آرزوهای نیکمان برساند. در حق ما خواهران اسلامی فرزندان من باید بدانند که سر گوری پدرشون در کجا هست و در حق پدر، مادر، برادران، خواهران، استادانمان دعا بکنید. ما طالب علم یا نه. طالب علم دعا کنید تا الله به ما و به همه و علم با عمل نصیب بگرداند. بالای منزل پدرشون رفته در حق پدرشون. و شما سوال دارم، کودک مسلمان نابالغ وفات کند، مسلمان باشد، ولی کودک کافر برای مرد جایز است. این حدیث پیغمبری خداست. نابالغ باشد وفات با همان لباس های که خداوند در قرآن فرمایش داده است برای البته چگونه که همون لباس اگر در بدن فرزندای نابالغی که از ما و شما میگذرد، مردم مسلمان مؤمن، همه اینها دستیار و شفاعت کننده برای پدر و مادر اگر همون در روز قیامت که در ما و شما از جانب خانه با قدر همون ولی فرزندهای آدمانی که اگر خیر احسان میکنند یا قرآن میخوانند یا دعا کنند در رسول الله ندارند، ان شاء الله خدا قبولش میکنه. اینش بهترین هر صورت قولها است. مثال بالای قبرستان همون و خبر دیگری که زیادتر در کتاب‌ها در فتوا رفتن خدمتگار اهل. السلام علیکم داملای شیرین سخن. نمازهای سنت 4 رکعت باشد، همه آنها به سوره می آیند. البته همین 4 رکعت نمازهایی که سنت بعضی از شاگردانمان هر 4ش به سوره هست، فقط 4 رکعت فرض 2 تاش به سوره و 2 تاش به سوره است. بعضی از شاگردانمان میخواهند که حافظ قرآن شوند، بعضی آنها در سن 5 سالگی، ولی که بعضی آدمان میگویند که قرآن را با دستش نگیرد حال آنکه این کودک نابالغ است. السلام علیکم داملای عزیز. آب شهوت گناهگار میشود؟ نه، گناهگار نمیشود. کودکایی که 4 ساله و 5 ساله نماز میکنند، کودکانی که گویم تا سن بلاغت اگر قرآن هم در دست گیرند اینها گناهگار نمیشن، میتونن که قرآن را با دستشان دارن اگرچند که طهارت هم نداشته باشند، همون آب منی خارج ولی اگر اونها را آموختند که به طهارت به قرآن نزدیک نشو، اینش البته به همین آب منی خوبتر و بهتر است. از حساب
از یک بلندی میگه به پایان. برادرم مثال، میخواهد که وقتی آدم میافته سراینده شود، جایی که یک یعنی باری غزلهای وقتی در اسلامی توش را باد کند، بخواند. گاه همین آب منی هم استاد خارج با این میشود. سوال و جواب سبب این بگردانید. میگوید غسل کاری واجب او نمیشود. درست است یا نه؟ فقط غسل باز از و شما خواهی برآمدن میکنم، آب خواهش منی در میکنم در حالت حق شهوت برآمده خواهران باشد، اسلامی این صورت غسل واجب میشود. ناحیه لیکن مسجد مدی و دعا مزیج کنید. بسیارتر بعد پیشاب کردن، البته مثال بیرون میشود برادرای ما اگر که اینها از چی غزلهای است؟ اسلامی اینها خوانند، شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد، این صورت مقصد طهارت هر یک میشود. مصرهایی که اونها اینها چی میخوانند هستند؟ همش بینماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید بدن برای شما را بینماز میکنند. باید که شما آنها را دلالت شسته اخلاق حمیده ما باشد و هر یک قصه هایی را که با طریق نظم هستند اونها را اگر برای ما و شما خوانند تا که برای ما و شما یک ایمان هامان کامل و ایمان هامان نورانی و ایمان هامان قوی شود، این باکی ندارد. ولی اون سرودهایی که از اونها یگان معنی و یگان خوبی حاصل نمی شود که امروز بسیاری از برادرای ما دنبال همین کار میگردن، از این البته دور باشین و در یگان کاری که حلال و یک کاری که صحیح و یک کاری که درست است دنبال او باشید. خدا خواهد در این شما برکات میگیرین. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا، من تاکسی شده کار میکنم، یعنی مسافرکش. خوب میشد یک نصیحت برای آدمانی که سراستیمن راننده ها رو مجبور میکنن که ما تا تیز حرکت کنیم. خب همچنان در راه ها با یکدیگر تیز هی میکنن، از یکدیگر میگذرن. داملا در اطراف این چی گفتنی دارین؟ دادرای عزیز، ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما ولا تلقوا بایدیکم الى التهلکه. آیت هایی که در قرآن خدای مهربان خبر داده است، معنا این است که شما با دست های خودتان به هلاکت نرسانین، شما خودهاتان نابود نکنین، زیرا که پروردگار برای شما رحیم و مهربان است. برای همین دادرای عزیز، هر کسی که شما را سراستیمه میکند یا برای تیز هی کردن شما را یگان سیاستی میکند، شما فراموش نکنید که صاحب ملک شما این، ماشین از آن شما هست. اگر این خیل جوانهایی که گویم بی فهم و بی اندیشه هستند، اندیشه ندارند، فهم ندارند، هزارها جوانهایی که در این کار جان به حق تسلیم کردند، برای اونها درس نشد، شما اختیارتان در دست خودتان هست دادر. میتونین که اونها را نصیحت کنین، میتونین اونها را گفتگوزار کنین، میتونین برای اونها چند واقعه هایی که شده باشد برای اونها حکایه کنین. ببینین که تماما جای ندارد و تماما فراست ندارد، تو حق داری از ماشین پیشش کن. برای تو دیگر این خیل شخصی که برای 20 سوم یا 30 سوم یا 40 سوم او تمام سختی ها و بدگویی های او را تو طاقت میکنی، خیلی اونش به تو وابسته. ولی اگر من در جای شما باشم، هیچ وقت این خیلی انسانی که بی فهم و بی اندیشه است، وقتی برای چیز بیان میکنی قبول ندارد، در ماشین سوارش نمیکنی، بگذاره و در کدام ماشینی که میخواهد رفتن گیرد. دادر عزیز، شما صاحب ملکین، شما حقوق همه در دست شما هست. فقط شما دادرها کوشش کنید که هر یک همون نفرهایی را که مسافرهایی را که شما سوار میکنین در راه، همون صورتهایی که میانه هستند. من گفته بودم یک بار که در 120 حاضر فتوا هست که اگر کسی که در راه در صدمه زند، چی خودش چی نفرهایی که جانبدار همون سرعت بودن، همه اونها مثل خودکش، که خودکش شما میدونید که حرام میمرن. اگرچنده که در 3 مذهب خواندن نماز خودکش جایز است، ولی
اینها بسیار بسیار ارزش ندارند، قدر ندارند و بسیار در نزد پروردگارشان موجب عذاب قرار میگیرند. برای این شما از همین صورت‌های معین شده دادرای عزیز تیز های نکنین و دلالت کسی را هم در این باب قبول نداشته باشید. اینقدر حتی بینین در بسیاری از ماشین ها چه چیزهایی می نویساندن، کلمه های همین خیلی پند آمیز می نویساندن. صورت حرکت را از 100 بیشتر نکن بلکه 100 سال حیات ببین. با طریقهای روسی می نویساندن. راه کیهان نیست، مراد صورت حرکت در کیهان بیشتر است و تیزتر است. در راه با این سرعت باید انسان حید نکند. می نویساندن که راننده تو را در خاندان زن و فرزند منتظر است. یعنی چی عجیب پندهای خوب می دادن، ولی برای این پندها را قبول کردن گفت حضرت مولوی که گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید که عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. انسان باید که هر یک چیزی را که میبیند باید عبرت گیرد. برای من برادر عزیز، شما صاحب ملکین، حق در دست خودتانه، میتونین که این گونه بچهای بفهم از ماشینتان پیش کنین، سوارشان نکنین. اگر چنده که شما را 100 سامان هم گیتید، بگذار از این خیل پیشنهادها شما دور باشین. خب سلام داملای مهربان، من یک خواهر اسلامی شما از شهر کولاب. من با سخنهای شما خیلی اعتقاد دارم. من میخواهم که با شما یک سوال دهم. من زن شوهردار صاحب یک فرزند میباشم. من زنی بودم که 5 وقت نماز رو میخواندم و لباس های اروپایی به بر میکردم. این شوهر در زندگی ما را سترپوش و در دین اسلام با خبر کرد. این شوهر در زندگی ما را خیلی عذاب داد از حساب رشک، چون که او رشکی بسیار داشت. مرا از خویش و تبار از همسایه ها محروم کرد. حالت می شد که همسایه یگان حاجت به خانه ما می آمد، من زن همسایه را روبرو شدن نمی توانستم. ولی از چشم شوهرم پنهانی کارش را بود می کردم. آیا من خطا کردم یا نه؟ همین را فهمیدنی هستم. در حق ما دعا کنید. گفتم اکنون خواهرای عزیز، در مسئله رشک باید که شوهر رشک داشته باشد. شوهر بی رشک نمی شود. رشک، خواهرای عزیز، معنا این است که هیچ وقت شوهر نمی خواهد که شما در نظر مردهای بیگانه باشین. وقتی که مرد زن خود با خواه همسایت باشد، خواه همسینفت باشد، خواه بچه عمک تقاد باشد، وقتی شما را روبرو گپ زدن میبینن، انامون ایمان است، انامون رشک از داخل ایمان است که مرد ناراحت میکند. مرد بسیار بسیار بدبین میکند، بدگمان میکند. شما این تنها برای مرد فایده آور است. اگر مردی که رشک نداشته باشد و همچنان با هر کی تو خواهی سر به سر شوی، هر کجای خواهی رفتن گیری، ولی مرد دنبال اینها نگردد، اهمیت نداشت، این معنای او را دارد که این مرد در ایمانش خلل وجود دارد، در ایمانش کمبود و ضعف وجود دارد. زین خاطر مرد باید که صاحب رشک باشد. من نمیگویم تا او اندازه رشک کند که وقتی که یک نفر خانه شما در آمد و فرزندای تو آنجا باشد، شوهری تو همراه تو باشد، در او بدگمانی کند، تو را تهمتی به وی کند، خب تا این اندازه رشک این معنا را ندارد.
ولی رشک معنای او را دارد که شما خواهرای عزیز از چشم همون مردهای بیگانه و از آن عملهایی که گویم که در ایمان و در عبادت تو کمبود و نقص دارد دور باش. خدا خواهد انشاءالله ثواب میگیری. درباره رشک اینجا در چند سوال حالی دادن، خدا خواهد من خواندن میگیرم. خب السلام علیکم اکای حاجی میرزا. در وقت صبح که وارد مسجد میشوی، آدمان در داخل مسجد نشسته تا رسیدن وقت فرض با ذکر و کتابخوانی و تلاوت مشغولند. سلام دادن در این حالت درست است یا نه؟ بعضی شخصان میگن که نادرست است، بعضی ها میگن که هیچ گپی ندارد. در این حالت سلام تیم یا نتیم؟ در این حالت سلام دادن درست نیست. وقتی که اگر در مسجد می‌درویم که بعضی از برادرای ما تحیه مسجد میخوانند، بعضی از مسلمان ها قرآن خوانده ایستادند، بعضی ها تسبیح گردانده ایستادند، یعنی به یک عبادت مشغولند، ما حق سلام کردن به اونها نداریم. و اگر ما بدای سلام دادی موضعش نیست، ولی فقیه های ما میگن که با دل جوابی و یک گردان، و ایلا جای موضعش هم نیست. مثل همین دادره عزیز وقتی یک آدم اذان میتید، همون حالت سلام نیست. یا حتی بینین آدم وقتی نماز میخواند تا اگر السلام علیکم گویی، او در داخل نماز گد و علیکم السلام، نمازش فاسد میشود. یا حالتایی که ما و شما طعام میخوریم، این زیادتر میشود. در بسیاری از معرکه‌های ما و شما همین حالت هست که دستمان در داخل طعام هم که باشد، اگر یک نفر درآید، مقصد با خودش یک قانون دارد، تا من با شما سلام نکنم دلم قرار نمیگیرد. گفته ده ها یا ممکن از ده ها هم بیشتر ناراحت میکند. خوبترش همین از برادرای عزیز از روی انتظام و معرفت و مدنیت که ما که وارد همون خانه شدیم که مردم مشغول خوراک خوردنن، خب جای ناراحت کردن همونها هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در جاد نشین. خوبترین صورتش برادرای عزیز همین است. همه ببالای مردم حرکت کرده و دست هر کس گرفته و مردم از همون خوردن طعام ناراحت کردن، این با کتاب که راست نمی آید. حتی با همین شرایط های حاضره هم کسی هم همین خوب همین هیچ کس خوب نمی پذیرد، ولی مردم ما از همین تا حال قفا نمی نشینیم. بسیاری وقت همین عمل از ما و شما سر می زند. السلام علیکم بابای حاجی. ما یک گروه نمازخوانان مسجد 5 وقته هر وقتایی که گوییم که امر به معروف کنید، این دو حاجی میگویند که ما از امر معروف بیزار شدیم، میگویند که ما از شنیدن امر معروف گوش کردن با همین درجه های پستی رسیدیم. بهای این حاجی ها آیا چیست و ما جوان ها از اینها چه عبرت میگیریم؟ اینجا یک مکتوبی دراز است، مقصدش همونجا یک من اکنون ناحیه‌اش نخواندم کدام ناحیه هست. یک دو حاجی بود از مردم که خواهش امری به معروف گوش کردن دارن، مقصد یکان ثبتایی باشن که میبرن گوش میکنن. برادرای حاجی ما از امر به معروف بیزار شدیم، ما به همین درجه ها رسیدیم و حتی که یگان نفری را خواهش کنیم که بیاریم امر به معروف کنن، صد راه میشوند.
مقصد مراد از همین حاجی ها چگونه حاجی هستند. دادرای عزیز، شما فریفته نشین. شما در همون شخصیت هایی که نامی حاجیگی دارن، بگذار نامی داملاگی دارن، بگذار نامی شیخی و ایشانی دارن، وقتی در همونها شما کمبود دینی را میبینین، وقتی در همونها نفرت بر دین را میبینین، اونها دیگر عنوان حاجیگی ندارن. برادرای عزیز و گرامی، اون حاجی ها و اون ملاها و اون شیخ ها و ایشان ها و مولوی هایی که همین خیل عنوان ها دارن ولی وقتی میبینی که در دین خلل پیدا میکنن، ضرر پیدا میکنن، اونها دیگر او عنوان ها را صاحب نیستند. اونها دیگر نه حاجی و نه ملا و نه ایشان و نه شیخ اند. دادر عزیز، برای شما هیچ وقت با اونا پیرو هم نشوین، با عمل های اونا اهمیت هم نتین. این قدر دانین که خداوند اونا را همچی یک بنده بی سعادت گردانیده است. بسیار است. امون گفت شیخ سعدی که خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. رفتن مکه، رفتن مدینه، طواف خانه کعبه و آمده در اینجا علیه امر به معروف و نهی از منکر مبارزه بردن، این چی معنی دارد؟ دادر عزیز، تو با چشم سر میره قدمگاه پیامبر تا میبینی، با چشم سر بنیاد خانه کعبه را میبینی، تا جای آمده ایمانت قوی تر، با پند و نصیحت بیشتر داده شوی، بچه ها را نصیحت کنی و دیگر کارها را پیشه کنی. وقتی که علیه اینها میبرایی، از پیامبر گرامی پرسیدن حج کی قبول است؟ پیامبر گفتن حج آن کسی که پیش از حج عملهای بد داشت، وقتی که از اونجا گشته آمد خیلی آدم صالح و آدم نیکوکار شد، یقین دانین که حجش قبول شده است. ولی وقتی میبینن این خیلی رفتارهای رذیله و بدبختانه داری، تا همون خر عیسی علیه السلام که رفت مکه و گشت آمد، تو همون هستی، تا از او دیگه بالاتر نیستی. برادر عزیز و گرامی، همه ما باید که داعی باشیم، همه ما باید دعوتگر باشیم. شما فراموش نکنید که دعوت خاصه فقط صاحبای محراب و منبر نیستند، خاصه همه ما. اینما انا مبلغ و پیامبر، من مبلغم گفتن، من رساننده هستم. همه ما با قدر همون دانش و شنیدگیمان، با قدر همون قدر استطاعت و قوتی که داریم باید دعوت کنیم، باید که برادرامون به سوی راهی نیک، راهی درست ما و شما دعوتگر باشیم، هممان زن و مرد ما. السلام علیکم بابای حاجی. سوال چنین است: در همین تلویزیون ها باریدن برف و باران را پیشگویی میکنند. خب آیا به اینها باور کنیم یا نه؟ این علم دادرای عزیز. مقصد آمدن باریش، امروز خبر میتین که پگاه ساعت 10 باران میبارد. این یگان جایی تعجبش نیست، ما باید باور کنیم. این علم است دادرای عزیز. ولی آن چیزی را که از آمدن باریش تا قیامت علمش معلوم نیست، که خداوند میگه 5 چیزی را که من میدانم کسی نمیداند. ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغیث و یعلم ما فی الارحام و ما تدری نفس بأی ارض تموت. پروردگار خبر میتید علم قیامت به کسی معلوم نیست، کی قیامت میشود فقط الله میداند. و ینزل الغیث، آمدن باران خدا میگوید من میدانم. ولی مفسران میگویند که نه این بارانی که الحال میبارد، نه به ضرر میبارد یا به فایده، خدا میگوید علمش من میدانم. باران آمدنش اگرچند امروز علمهای حاضره اثبات میکنند
که بعضی وقت همونها هم غلط و خطا میکنن. گاه وقت میگویم فردا باران میشود، باران نمیشود، ولی خداوند میگوید که همون آمدن باریشی که بر زمین میزند به ضرر میآید یا به فایده، اینش پروردگار میگوید من میدانم. ضرر و فایدهش علم امروزه اثبات کرده نمیتواند. کمی باران زلال دارد زمین ده یا فایده، ولی آمدنش هیچی باقی ندارد. اگر گوینم جای تعجب نیست دادر عزیز، این علم است. شما خوانین همه اینها را فهمیدن. البته به البته در آیات های قرآن، در حدیث ها، اجتهادهای مجتهدین خیلی کوشش های زیاد کردگن در این باب ها. فقط ما و شما رو به سوی خواندن کنیم، این تعجب ها از ذهن ما و شما دور. فقط این قدر شدانه که ضرر فایده او را کسی نمیداند به جز پروردگار. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما یک گروه مسلمانان در شهر چلیم بیسکی روسیه کار و زندگی میکنیم. التماس با این سوال ما جواب گردانید. در بازار ما در یک دکان گوشت فروشی گوشت گاو، گوسفند و خوک فروخته می شود. خریده و استعمال گوشت گاو و گوسفند به ما جایز است یا ناجایز؟ اگه شما بینیم برادرای عزیز که اگر با همون تبری که گوشت خوک میده کرده می شود، با همون اگر گوشت گاو و یا گوشت گوسفند میده کرده شود، شما پرهیز کنید، از آن گوشت ها خریداری نکنید، پرهیز کنید بهتر است. ولی درباره گوشت گاو و گوشت گوسفند که اگر اونها اهل کتاب باشند، برادر از گپ درباره اهل کتاب می رود. اونها اگر اصلا اهل کتاب باشند و به کتابی که به حضرت عیسی علیه السلام نازل شده است ایمان داشته باشند، ولی افسوس که اون کتاب اینقدر تحریف زیاد شده است، تغییرات های زیاد از جانب انسان ها در داخل کتاب هاشان در آوردن. اگر اهل کتاب باشند، خداوند قرآن در سوره مائده در خبر میتید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم و طعامکم حل لهم. طعام اهل کتاب برای شما مسلمان ها حلال است و طعام شما ای مسلمان ها برای اهل کتاب حلال است. خداوند طعام اونها را به ما، طعام ما را به اونها حلال گردانید. برای همین اگر اهل کتاب باشند، زیرا که امروز بسیاری از همون مردمی که در همون جهان گویم که به گوشت فروشی و به سوداگری ها مشغولند، اونها خود اهل کتاب هم نیستند. حتی خداشون اقرار هم بسیارشان که ما به یگان کتاب ایمان هم نداریم. برای همین ها شما پرهیز کنید دادر عزیز. من حرام گفته نمیتونم، به خاطری که نص قرآن است حلال میگوید طعام اهل کتاب را. حقیقتا اهل کتاب باشند برای ما طعامشان حلال است. ولی در همون دولت های روسی هم امروز میبینیم خیلی امکانیت های زیاد برای خریدن گوشت حلال پیدا شده است. زیاد دکان های هستند که چه از همین مردم خودمان و چه از مردم تتر و چه از مردم آذربایجان و از هر ملت ها با خود دکان های گوشت فروشی دارند. میتونین رفته از همون مسلمان ها آزاد خرید، دیگر نه شک و نه شبهه باقی نمیمونه.